سلام دوستان، خوش آمدید به کانال. در این ویدیو دیده میبریم توپ 3 تلفن های بهترین رو که تا 25000 روبل می ایستاد. حالا این سیومین قسمی ویدیو می باشد. دو قسمی ویدیو رو در اینجا میتونید دیده. در اینجا من گفته گذشتگی تلفن های بهترین رو که تا 8000 روبل می ایستاد و تا 15000 روبل می ایستاد. امروز سمارت فون هایی که ما دیده میبریم این پوکو X3 Pro، Redmi Note 10S و Realme 8 Pro. دیدن رو سر میکنیم از پوکو X3 Pro. چخیل پیلوسش این سمارت فونه. یکمش این پامتی بسیار کلان دارد، 8 به 256 گیگابایت. این بهترین پامیت به این نرخ تلفن. این خیلی پامیت فقط در فلاگماست که تلفن ها دیده می شود. این با نرخ قیمت تر بود. دومی پلوس این سمارت فون این ماشین پروسسور دارد. این سنپ دراگون 860. با این پروسسور بازی ها رو با کачестве بلند باز کرده میتونید. ویدیو چیپش باشد Adreno 640. دیگر پلوسش باشد این частота обновления اکرانش می باشد با 120 گیگاهرتز. کامراش باشد فرونتالی کامراش 20 مگاپیکسل، основной камераш бошад 64 мегапиксел و بطاریش باشد به 5000 میلی آمپر چسب می باشد. انا همین بود پلوس این سمارت فون. دومی سمارت فونی ما این Redmi Note 10S می باشد. چه پلوساش هست این تلفن؟ یکمش این سوپر امولید اکران دارد. در پوکو IPS ماتریسه بود، این اوجه سوپر امولید. دیگر پلوسش شد این کامراش به 64 مگاپیکسل. این کامرا 4K سیوم که میکند 60 کادر سکوندش بود. دیگر پلوسش باشد این ماشین بلوک پیتاین دارد که این به 33 وات می باشد و بطاریش باشد به 5000 میلی آمپر چسب می باشد. آخرین پلوسش باشد دیگر این دیزاینش می باشد که دیگر سمارت فون ها نگاشته خیلی بهترین است. انا همین بود پلوس این سمارت فون. یومین تلفنی ما باشد این Realme 8 Pro. چه این سمارت فون پلوسش است. یکمش این основнояш هم این کامراش به 108 مگاپیکسل. این کامرا 4K سیوم که میکند 120 کادر سکوندش. پروسسور این سمارت فون است سنپ دراگون 720G می باشد. این پروسسور در پیش دو سمارت فونی که گفته گذاشتم کمتر سلابی است، لیکن به پول خودش میارزد این پروسسور. ویدیو چیپش باشد Adreno 618. اکرانش باشد سوپر امولید اکران می باشد. رزمیرش 14 دیوم. رزولوشن اکرانش باشد 2400 به 1080 پیکسل. پلوتنس پیکسلش 400 ppi می باشد. اینها بودن بهترین سمارت فون هایی که تا 25000 روبل می ایستند. با همین تمام ویدیوی ما یگان سوال داشته باشید در کامنتاری می نویسیم. با این ویدیو اگر واجبین نفراد یک تا لایک میمونیم و ویدیوهای دیگر نوی ما رو انتظار می شویم. خیر دوستان.